ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك. اللهم نبدأ بما بدأ نبيك والنبيون من قبله صلى عليهم السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، وأعنتنا على فهم القرآن. لا إله إلا الله العزيز الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد، الذي أرسلته إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. پروردگارا، با آنچه که نبی و انبیای پیش از تو در دعا در عرفات آغاز نمودن با آن آغاز میکنیم. نیست اله بجز تو الله تعالی. لا حول ولا قوت الا بک. پروردگارا بجز تو خدای نیست، بجز تو خدای سزا، هیچ اله سزاوار عبادت کردن نیست. پروردگار به قول و وعدت که در کتابت بر ما داده که ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. دعا کنید به سوی من، آنانی که از دعا کردن به سوی من سرکشی میکنن، ضرر زیان کارانه داخل دوزخش میگردونم. پروردگار سخن نبی سخن توست. در قرآن گفتی که انه وحی یوحى. سخن پروردگار سخن نبی در سخن توست. در حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نبی صلی الله علیه و سلم که الله حیا میکند از دستی که به سوی برداشته شد و صفر برگرداند. پروردگارا
در این مکان مقدس، در این جایی که ما را سزاوار و لایق دانستی پروردگارا، در این روز مقدس و در این زمان مقدس پروردگارا، در این جایی که قدم های ابوبکرها و عثمانها، علیها و عمرها، ابوذرها و طلحه و زبیرها بود پروردگارا، قدم به قدم در پای قدم آنها نهادیم پروردگارا، در اتباع نبی محمد صلی الله علیه و سلم که در اینجا دست دعا برداشت و پروردگارا تو وعده دادی که دعا را مستجاب میگردونی و در قرآنت گفتی که انه لا یخلف المیعاد، الله کسی است که وعدهش را خلاف نمیکند. پروردگارا تو به ما وعده دادی که ناامید نشویم از رحمتی تو گناهان ما را تمامش را میبخشانی. گفتی یا ایها الذین آمنوا، آنانی که اسراف کردن در گناه، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پروردگارا امید از تو داریم، ناامید نگشتیم از رحمت تو پروردگارا. گناهان ما اگرچه بزرگ باشند رحمت تو بزرگتر از گناهان ما است پروردگارا. از رحمت تو امید کردیم و دست به سوی تو برداشتیم که دعای ما را قبول بگردانی پروردگارا. نبیت صلی الله علیه و سلم را گفت العمار و الحجار وفد الله. پروردگارا تو ما را ضیوف الرحمن خواندی پروردگارا، ما مهمان تو گشتیم پروردگارا. بلیدایی که تو به ابراهیم خلیل علیه السلام گفتی که ندا کند تو آنانی که در پشت پدرانشان و در شکم مادرانشان به ندای تو لبیک بگویند پروردگارا. بلیدایی که محمد صلی الله علیه و سلم ما را به حج دعوت کرد، این ندا را تو با زمانتش را به عهده گرفتی، با آن ندا ما لبیک گفتیم ما مهمان تو گشتیم پروردگارا. ما را از مهمانهای میخواندگی خودت بگردان و از جمله مهمانانی که پذیرایی نموده بگردان پروردگارا. ما به جز تو کسی نداریم اگر تو ما را بیرانی و اگر تو ما را بخوانی پروردگارا. یگان رجوع کننده و یگان نجات دهنده به جز تو نداریم پروردگارا. پروردگارا در این روز مقدس، در این روز مقدس و در این مکان مقدس که وعده دعا برای ما داده پروردگارا، از ما کسانی بودند که طلب دعا کردند و برای در حق آنها، در حق کسانی که از ما طلب دعا کردند برای هم هر چی آنها خواستند پروردگارا، اگر رضای تو در همان چیز باشد پروردگارا برای آنها این چیز را بده پروردگارا. مغفرت گناه برای خودمان، برای پدر و مادران خودمان، برای بابایانمان، برای کسانی که آنها وسیله شدند تا ایمان اسلام برای ما در دست ما برای ما ماندند پروردگارا. آنها را هم مغفرت بنما پروردگار، امید رحمت دارد. آنانی که نآمده از معذوران، از عاجزان، از کسلا، از کسانی که طلب فرزند دارند پروردگار از ما طلب دعا کرده پروردگار، از دوری های دور چشم امید دارند که ما در حق آنها دعا میکنیم و تو دعای ما را مستجاب میگردونی و پروردگار. کسلی آنها اگر برای آنها خیر باشد شفا، برای آنها خیر باشد شفاشان میدهی پروردگار. برای کسانی که طلب فرزند کردگان پروردگار امید دارن اگر فرزند داری برای آنها خیر است پروردگار، آنها را فرزند بده. یا الله تو پادشاه ما هستی پروردگارا، اسیان و نافرمانی ما زیاده گشت پروردگارا. اگر هر چی گفتم، هر کینه و دوت و هر تفرق و هر پراکندگی در دل ما شد، هر خامی هر چیزی که کردیم پروردگارا، رحمتی تو از آن بزرگتر است پروردگار. امید داریم که تو الله یگانه کسی هستی که از دل ما از آن چی میکنیم پنهانی و از آن چی آشکارا میکنیم تو پروردگارا خبرداری پروردگارا. اگر از هر کس و اگر از عالم و هر یک کسی که رجوع به سوی کردیم اگر دلمان مانده بود پروردگارا، دل ما از تو نمیماند و هیچگاه ممکن نیست که دل ما پروردگار از تو مانده شود پروردگارا. یگانه مرجع و یگانه منجع و یگانه کسی که به سوی تو ما رجوع و امید داریم پروردگارا که تو گناهان ما را ببخشی پروردگارا. به سوی تو دست دراز کردیم پروردگارا، از تو امید داریم و از تو طلب داریم که پروردگارا هیچگاه آفتاب را امروز نشینون تا آنکه گناهان ما و گناهان پدران ما و مادران ما و گذشتگان ما را مغفرت ننمایی پروردگارا. هیچگاه آفتاب را نشینون تا آنکه حج هر یک ما را حج مبرور و سعی هر یک ما را سعی مشکور و ذنوب گناهان ما را مغفور نگردانی پروردگارا. پادشاه ما هستی پروردگارا،
ما گناهگاریم نزد تو پروردگار، جرم و عصیان کرده ایم پروردگار، از جور ساده پادشاه جرم ما را درگذر، ما گناهگاریم و تو آمرزگار، تو نکوکاری و ما بد کرده ایم، جرمی به اندازه به حد کرده ایم، سالها در بند عصیان گشته ایم، هم قرین نفس شیطان گشته ایم، به گناه نگذشت بر ما ساعته، با حضور دل نکردیم طاعته، بر در آمد بنده ها بگریخته، آبروی خود ز عصیان ریخته، مغفرت داریم امید از لطف تو، زان که خود فرموده ای لا تقنطوا، بحر الطاف تو به پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود، نفس شیطان زد کریم و راهیم و رحمتت باشد شفاعت خواهیم و چشم داریم از گناه پاکمان کنی، پیش از آن کندر لحد خاکمان کنی، اندر آن دم که از بدن جانمان بری، از جهان با نور ایمانمان بری. یا الها رحم کن بر ما همه، یا الها رحم کن بر ما همه، عفو کن جمله گناهانی همه، عاجزیم و جرم ها کردیم بسه، نیست ما را غیر تو دیگر کسه، گر بخوانی ور برانی بنده ایم، هرچی فرمانی تو را آماده ایم. اللهم نحن عبادك ابناء عبادك ابناء امتك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وشفاء امراضنا ورحمة للامواتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن الفرقة والخلاف إلى الاجتماع والاعتصام ومن الفرقة والخلاف إلى الاجتماع والاعتصام ومن الفرقة والخلاف إلى الاجتماع والاعتصام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي أيدت مكانه الذي أعليت مكانه وأيدت سبحانه وأيدت سلطانه، وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظامه وأفصحها كلامه وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه تخفيف وتحديد، محروس من الزيادة والنقصان، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا يا ربنا، لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. پروردگار ما بندگان تو، ما فرزند بندگان تو، پروردگار هر آنچه که تو برای ما قضا میکنی قضاوت میکنی، هر آنچه که برای تو میاری پروردگار ما از آن راضییم. پروردگار عبادت ما را، پروردگار عبادت ما را درگاهت قبول بین، ما حج ما را حج مبرور بگردان و گناهان ما را گناهان مغفور بگردان.
پروردگار هر آن کسی که در بین ما اگر از علماست، اگر از عوام است پروردگار، اگر نفاق و اگر خیانت دارد پروردگار رحمتی از آن بزرگتر است پروردگار. شاید بین ما کسانی باشد که پروردگار از تحت ذکر تو دارد و پروردگار و سوی تو دست خالص به سوی تو دراز دارد پروردگار. دعای ما را به خاطری که الله تعالی عبادت ما به سوی توست، هر یک عمل صالحی که داریم به الله تعالی برای خاطر تو کردیم پروردگار. به اعمال صالح همون دعای ما را به درگاه قبول بنما و استجاب ما پروردگار. یا الله تو الله ماهی، تو یگانه منجا و مرجع ماهی پروردگار. الله تعالی کسانی که اگر از ما طلب دعا کردن پروردگار دعای آنها را هم که به ما الله تعالی تعیین کردن دعا را ما دعا کردیم در حق آن پروردگار دعای آنها را اگر برای خیر باشد پروردگار قبول بین ما. یا الله تو را حمد میگوییم، تو شایسته حمدی، همه حمد تو راست و همه شکر تو راست پروردگار. اگر یک آزار اگر از مشقت ما در حج کردن دیده همش به خاطر تو بود پروردگار. اگر پایمان در کرد اگر ورم کرد پروردگار محض به خاطر بود که از بندگان شکرگزاری تو باشیم پروردگار. تو گفته که بندگان شکرگزارت کمترند پروردگار. نبیت محمد صلی الله علیه و سلم به نمازهای نفل پایهاش برام کرد و گفت آیا نباشم افلا اکون من عبدا شکورا، آیا من بنده شکرگزاری الله نباشم پروردگار. ما امید داریم که تو ما را از جمله بندگان شکرگزارت بنمایی پروردگار. همه عبادت کردیم صرف تنها و تنها به خاطر تو بود پروردگار. هر آن چیزی که از جدال و از اسیان و از آن چیزی که در عبادت ما در حج ما آمد پروردگار رحمت تو بزرگ است، آن را عفو بنما پروردگار. بزرگی تو از گناهان ما بزرگتر است پروردگار. تو بزرگی، تو ارحم الراحمینی. به رحمت تو، به رحمانی تو، به عفو تو، به غفران تو پروردگار تکیه کردیم. رجا و امید و تکیه و توکل و پناه و همه چیز ما به سوی توست پروردگار. اگر به کسی هم باوری داریم پناهی ما او نمیتواند باشد پروردگار. امید آخرین ما نمیتواند باشد پروردگار. امید نهایی ما، تکیه نهایی ما، توکل نهایی ما همش پروردگار تو هستی. به سوی تو دست دراز کردیم پروردگار. امید داریم که همون عبادتی که کردگیم وفا به عهد تو باشد و در اتباع سنت نبی تو باشد پروردگار. اگر از گناهانی که پروردگار ندانسته اگر ما کردگیم پروردگار، از گناهانی که ما دانسته کردگیم پروردگار تو داناتری به همه این پروردگار. گناههای ما را همشان ببخشانده این پروردگار. این ملک را و اینجا آباد پروردگار محافظت بین ما پروردگار. دعا میکنم که خانه توست، عظمت و شرف و بزرگی این خانه را تو داده ای پروردگار. عظمت و شرف و اکرام بزرگی این خانه را پروردگار زیاده بگردان پروردگار. در وطنهایمان ما وطنهای خودمان امن بده پروردگار. ما را در وطنهای امن و اقتصادی بلند پروردگار بین ما تا آنکه با پروردگار توانیم که تو را عبادت بنماییم پروردگار. تو کسی هستی که صاحب امنی، تو کسی هستی که طعام دهنده و رازق و خالق هستی پروردگار. پروردگار علمای ما را، امامان ما را، صاحبان امر ما را اگر ناحقا اصلاح بنما و حفاظتشان بنما پروردگار. دعا میکنیم که امامان ما، علمای ما، ولیان اهل ما را پروردگار در راه بر کتاب خودت و در راه سنت نبی صلی الله علیه و سلم نگهدار باشی پروردگار. آنها را افکارشان را آن افکار کنی که تو از آن راضی باشی پروردگار. در این دنیایی که پروردگار، در این عمر کوتاهی که برای ما امانت دادی پروردگار، این عمر را از جمله کسانی را نگردانی که ما از جمله گمراهان باشیم پروردگار. در گمراه راهش را نمیابد پروردگار. اگر به راهیم پروردگار در راه راست ما را بین ما. اگر گمراهیم پروردگار از گمراهی به سوی تو پناه میطلبیم پروردگار.
بزرگترین کسی که ما را در گمراهی میبرد فتنه دجال است. پروردگار از این فتنه پیامبرت و پیامبران پیشینت از این بزرگی فتنه دجال پناه بردند. پروردگار اگر دجال چهای پیدا شدن که زمینه برای پیدایش دجال بزرگ کردند، پروردگار ما اینجا دعا میکنیم که در این گمراهی ما را نگردانی. پروردگار بزرگترین نعمتی که ما از تو میداریم هدایت توست. پروردگار بارها در پیش تو راست بستیم. پروردگار اگر گاه نفاق داریم، اگر گاه گناه داریم، اسیان نافرمانی داریم، پروردگار تو مقلب القلوب هستی. تو ثابت نگردانی قلب های ما رو برای خودت. پروردگار شاید بین ما کسی باشد که در تنهایی در شبی نصف شبی بخیزد و تنها دعا کند. پروردگار به خاطر دعای آن پروردگار ما را نصیب به این بزرگترین نعمتت هدایتت که این هدایت توست. پروردگار ما را نصیب بگردان. پروردگار ما را از جمله کسانی نگردان که راه کج را راه راست ببینیم و راه راست راه کج. پروردگار ما را راه راست نشان بده و ما را نصیب بگردان که در این راه راست باشیم. پروردگار برای ما راه گمراهی و راه باطل نشان بده و پروردگار ما را نصیب بگردان که از این راه باطل و از این راه گمراهی دور باشیم. آمین. این پروردگار این دعای است که اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم بکردند. همه انبیا و نبی محمد صلی الله علیه و سلم از خوف فتنه دجال به تو پناه می‌طلبیدند. پروردگار در پیروی از سنتت، در اتباع از حبیب خودمون نبی محمد صلی الله علیه و سلم دعا میکنیم که پروردگار در این عمری کوتاهی که داریم در گمراهی قرارمون ندهی. پروردگار هر روز پیش تو 5 وقت مثل سوره الحمد میخونیم و از تو طلب داریم. ما کسانی که هدایت یافتیم که وضو میگیریم، ما کسانی هدایت یافتیم که نماز میخونیم، ولی بارها از تو طلب داریم. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. پروردگارا هدایتی که هدایت راه راست از ما را نصیب بگردان. پروردگارا ما را در آن از جمله کسانی که گمراه شدن و تحت غضب تو قرار گرفتن، پروردگارا ما را از جمله آنها نگردانی. آمین یا رب العالمین. اللهم لك الحمد. پروردگار تو را حمد میکنیم، تو را شکر میگیم که برای چی بر ما داده ای. پروردگار تو را حمد میگیم و از تو شکر میگردیم که تو ما را ایمان دادی، تو ما را در اسلام گذاشتی، تو ما را بر ما قرآن فرستادی و بر ما بزرگترین شریعت دادی و بر ما بهترین نبی را فرستادی. پروردگار ما شکر این نعمتات رو نکنیم. اللهم علی کل حال پروردگار بر تو حمد میکنم که تو ما را سزاوار دانستی که از جمله کسانی باشم که در مهمانی تو باشم، از جمله کسانی باشم که امروز در عرفات، امروز پروردگار تو ما را شایسته گرداندی که در پی قدم کسانی ماندیم که تو آنها را از خود راضی کردی و آنها از تو راضیان. پروردگار اقتدا به هر یک صحابی، اقتدا به خلفای راشدین، تمسک کننده چنگ زده به سنت خلفای راشدین، از ابوبکر و عمر، از عثمان و علی، از طلحه و زبیر، از سلمان و از ابو عبیده، از 10 یاری که پروردگار آنها را بشارت به جنت دادی. پروردگار این قدمگاه و این زمین مقدس است. این دو جای است که آنها قدم ماندن. پروردگار ما هم پروردگار کسی شدیم که تو الله ما را سزاوار دانستی که از جمله کسانی باشیم که در پای قدم آنها قدم مانیم. پروردگار دست دعا برداشتیم. پروردگار در اینجا حج ما را حج مبرور بگردان و سعی ما را سعی مشکور بگردان. پروردگار اگر نقص در حج ما شد، اگر تقدیم شد، اگر تأخیر شد در رسوک ما، پروردگار همش به خاطر بود که پروردگار از امید تو رحمت داشته، همش به خاطر خوف تو و خاطر طلب رحمت است تو بود. پروردگار اگر در این گناه بود این را نادیده بگیر. بزرگی رحمت تو از بزرگی گناهان ما زیادتر است. پروردگار ما را
نصیب بگردون که ما در تحت رحمت تو قرار بگیریم پروردگارا. ما را نصیب بگردون که ما نصیب هدایت از جمله هدایت یافتگان باشیم. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به الكبار. سبحان العظيم الوهاب، سبحان الغفار التواب، سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا. سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان من عم بمعروفه جميعا ولم يترك أحدا. اللهم لك الحمد على كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على فهم الإسلام. پروردگارا اللهم استمت انت طلب اون چیزی داره که پروردگارا در اون برکت خود را مانده ای. پروردگارا از تو طلب داره پروردگارا این جایی که زمان مقدس و این لحظه مقدس پروردگار اگر نقصان در عبادت تمام بود از بار این نقصان بود. پروردگار دست دعا به سوی تو دراز کرده. باز میگم پروردگار اقتدا به نبی تو و طاعت کردن قول تو را که گفتی ادعونی استجیب لکم. ای بندگان من دعا کنید من دعای شما را مستجاب میکنم. پروردگار نبی تو که دست الله شرم میداند که دست برداشته بنده را به سوی بنده خالی بگرداند. پروردگار سخن نبی تو سخن توست. پروردگار آفتاب را نشینان تا آنکه گناهان ما و گناهان پدران و مادران ما و گناهانی که پیش از ما که آنها وسیله شدند که اسلام به دست ما امروز رسید. پروردگار تو گناهان ما نبخشی تا حج ما مبرور و سعی ما مشکور نگردانی. پروردگار آفتاب را نشینان. یا الله تو ارحم الراحمین به رحمت تو نیاز داشتم. پروردگار در حق همه کسانی که طلب دعا داشتند، در حق مادرانی که فرزندانش را به حج فرستادند و در کنج خانه خود نشستند انتظارند که امروز فرزندانشان در حق آنها دعا میکنند. پروردگارا ما فرزندان همان پیراسران پروردگارا هر آنچه بر پدر و مادران ما بر گذشتگان ما خیر است پروردگارا تو خوب در میدانی. آن خیر را پروردگار بر آنها نصیب بگردان. آمین. پروردگار اگر چی امید دارن پروردگار چی آرزو دارن که در آن خیر و در آن رضای توست. پروردگار ما دعا داره. پروردگار ما را وکیل کردن برادران ما فرزندان کوچک خود